کنم میکاپ انیمه‌ای بهترین اسمیه که میشه واسش انتخاب کرد. اول کرم پودر رو روی صورتم میزنم. حالا باید یه دونه هلال دقیقاً این قسمت چشم ایجاد کنیم. رژگونه مایه رو از این قسمت تا قسمت روی سیب گونه جلو میارم. حلقه زیر چشم رو کامل روشنش میکنیم. اولین کانتور کنار قسمت هایلایتینگ بینیه. باید این قسمت لب رو بیرون تر بیاریم. این قسمت رو یه هلال ایجاد میکنم. اینجا رو باید یه حالت تیز ایجاد کنیم. راستین سایه است. حالا از یکم برق لب فقط وسط لب بزنید. از گوشه داخلی چشم بیرون میام و بعد سعی میکنم هلال چشم رو اینجا ایجاد کنم. خط رو زیر بن مژه خودم ادامه میدم و به سمت انتهای چشمم بالا میبرم. یه رنگ روشن این وسط استفاده کرد. از بلندترین مژه‌ای که داشتم استفاده کردم. نوکشون رو چسب زدم و به همدیگه وصلشون کردم. شما حاضرید واسه یه جشن همچی میکاپی